آب نداریم، زیر پامون هم آب نداریم، پشت سدم آب نداریم. خب شما بگید ما چیکار کنیم؟ بگید چیکار کنیم؟ یکی بیاد به من بگه چیکار باید بکنم. آقای پزشکیان اگه قرار بود ما بگیم چیکار کنیم که ما کاندیدای ریاست جمهوری میشدیم. شما کاری نمیتونی بکنی، پس چرا رئیس جمهور شدی؟ چرا میلیاردها تومن هزینه تبلیغات کردی که رئیس جمهور بشی؟ بیای اونجا بشینی بگی ما آب نداریم؟ پس کی بود که تو مناظره یکی میذاش اورش یکی میذاش ایورش میگفت ما تو تابستونا برق نداریم زمستونا آب نداریم؟ خودتو که نمیدونی باید چیکار کنیم چرا رئیس جمهور شدی؟ مینشستی تو خونت عین من اعتراض میکردی. رفتی رئیس جمهور شدی که بگی خب چیکار کنم به من چه؟ ای که تمام دنیا ما رو تحریم کرده ای به کی ربط داره؟ به مردم ربط داره. ای که با همه دنیا سر ناسازگاری دارین به کی ربط داره؟ ای که تورم مردم رو له کرده به کی ربط داره؟ خب اگه قراره ندونی چه کار کنی خب بشین تو خونت. من میام میشم رئیس جمهور میگم منم بلد نیستم کاری بکنم. فرقمون چیه پس؟ بابا خجالت بکشین یکم تو رو قرآن. ما هم میدونیم تقصیر تو نیست، تو اصلا تصمیم گیرنده نیستی. فقط نمیدونیم با وجود ای که میدونی که تصمیم گیرنده نیستین چرا اینقدر هرس میزنین برای رسیدن به قدرت؟ قدرتی که ندارین.